قدیر داداش طاقت نمیارم، نیا. همه جا پر از مینه، نیا. عمر وایسا، تو نرو. کارتون نیست زودتر به پلیس زنگ بزنی. طاهر تو به پلیس زنگ بزن. نمیتونم قدیر رو تنهاش بذارم. قدیر طاقت بیار، دارم بیام. نه داداش، من به زور سر پا وایسادم، نیا. چیزی نمیشه قدیر، نگران نباش، میارمت بیرون. دیگه چه وضعشه؟ میخواستی یواشکی عقد عمر بشی؟ آره؟ شما باید مادر عمر باشید. خوش اومدی. میدونم منو نمیخواین، اما اگه عمر رو یه ذره دوست دارین گوش کنین. ما خیلی همدیگر رو دوست داریم. نمیخواستیم بهتون بی احترامی کنیم، اما دختر تو عقل نداری. عمر نمیتونه تو رو عقد کنه. عقدی اون معلومه که کیه. یعنی تو داری میگی که من از جون خودم و جون عمر گذشتم؟ خواهش میکنم، ما اگه از هم جدا بشیم میمیریم. عمر الان میاد و ما عروسی میکنیم. خواهش میکنم مانع خوشبختی ما نشی. انگار تو از چیزی خبر نداری دختر. عمر بهت نگفته؟ چیا؟ داداش تو رو خدا نیا. اگه بلایی سرت بیاد من خودم رو نمیبخشم. اگه بلایی سر تو بیاد منم نمیتونم خودم رو ببخشم. اگه عمر جلوی قبیله در بیاد و تو رو عقدت کنه، اونو میکشنش. میفهمی؟ میخوای دستی دستی عمر رو به کشتن بدی؟ اینجوری تو به پسرم ظلم میکنی، بیشتر از همه به خودت. یعنی چی میکشن؟ یعنی چی؟ همونطوری که قبلا میخواستن همونطوری میکشن. پسرم یه بار به خاطر تو از مرگ برگشت، به زور جونشو نجات دادن. نکن دخترم. اگه عمر رو دوست داری پس رهاش کن. به خاطر تو داشتم مبارزه میکردم، سعی کردم زنده بمونم، فقط به خاطر تو. داداش از اینجا میریم بیرون قدیر. بهت قول میدم بهتش با هم حساب این بی‌شرفا رو میرسیم، مطمئن باش. داداش وقت نشد حرف بزنیم. من دارم بابا میشم. اگه چیزیم شد، یعنی اگه مردم،
زن و بچم دست تو امانت. مطمئن باش چیزی نمیشه بدیر. لیلا عشق من، این بار بازم دیر کردم، اما این دفعه ازت میخوام که نری. منتظرم باش عشق من، خودم زود میرسونم، همه چی رو برات تعریف میکنم. مطمئن باش این بار سر قولم هستم. خیلی دوست دارم. معلومه که پسرم هم تو رو قد جونش دوست داره، اما امکان نداره به هم برسین. اگه فداکاری نکنی 2 عشیره، هزاران آدم به جون هم میافتن، خون ریزی میشه. به من و بقیه رحم کن دختر جون. من پسرم رو خوب میشناسم. برای اینکه به قولی که داده عمل کنه از جونش هم میگذره. اگه میخوای زنده بمونه یه کاری بکن ازت دل بکنه. پسرم رو به من ببخش. عزیزم من اینجا. لیلا لیلا عزیزم خون سرد باش، کارش نمیشه کرد، آروم باش فعلا. ای بابا تو هم شنیدی؟ اگه عروسی کنی میکشنش، اینجا دیگه کجاست؟ حالا چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ سلین ماشینی تاکسی چیزی پیدا کن تا عمر نیومده. باشه عزیزم، من باید برم. الان میرم، نگران نباش، میرم. اگه ببینمش نمیتونم. هم زود باش تو رو خدا، زود باش رو خدا. ای خدا. آقای مدیر، من برای شما هیچ ارزشی ندارم. عمر داره با یه نفر دیگه عقد میکنه، اون وقت شما به من نمیگی، پنهان کاری میکنی، نمیدونی که قیامت به پا میشه. پارشا خانم، من وظیفه‌مو انجام دادم، گفتم داری مصیبت به پا میکنی، اما متاسفانه مرغ پسر یه پا داره. آقای مدیر، هر کاری از دستت برمیاد بکن. نباید این عقد انجام بشه، برات درد سر میشه. این دختره خیلی به چشمم آشنا آمد، انگار یه جایی دیدمش، داره یه چیزایی یادم میاد. شاید اینجا دیدیش خانم آقا.
برای منم آشنا بود. الان میام. الان. چی شده جلیل؟ چیزی نشده، نگران نباش. یه چیز. چی شده جلیل؟ به هم بگو. خانم آقا نگران نباش. قدیر خان رو دزدیدن، گذاشتنش تو میدون مین. عمر خانم پیششه. نترسین، پلیس هم رفته اونجا. سلام خان. از مرز خبر اومده عمر اونجا بوده مثل اینکه. پلیس هم خبر داده. تو پس بگو خان کوچیکه دوباره جون سالم به در برد. خب دیگه مرگ و زندگی دست خداست رستم. سرنوشته دیگه. پس هنوز وقتش نرسیده، دست ما نیست. دالتونا چی کار میکنن؟ دوتاشون رفتن سوریه، بقیهشون هم همونطور که گفتین اینجا. دهنشون رو چف کردم تا از آسیا بیافته پیداشون نمیشه، اما زیر نظرمونن. نگران نباشی. خوبه، آفرین. حالا دیگه عمر خان بره جلوی روستایی‌ها باد به قبقب بندازه. امروز دیگه خوب فهمیده اگه بخواد نظمو به هم بریزه با چی طرفه. یه جوری ازت زهر چشم میگیرن که از ترس خودتو خیس کنی یا دنبال سوراخ موش بگردی. میفهمی که چی میگم؟ از این میلای معمولی نیست، فرق داره. پسرم خانم جلوتر نرید. قدیر جلیل، حساب اونایی که سر من و پسرام این بلا رو میارن باید برسی. قدیر که از اینجا اومد بیرون نباید به هیچ کس رحم کنی. بیا آبجی امینه، بیا، منتظرت بودم.
دستتو دراز کن. دراز کن. دیوونه شدی؟ چی کار میکنی؟ نه، اگه شده بودم یا چشتو در میآوردم یا زبونتو میبردم، اما یه بار دیگه به حرف من گوش نکنی اونا رو به ترتیب انجام میدم. فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ میسوزونمت امینه، میندازم تو آتیش. من که دروغ نگفتم، خودت میدونی. به اندازه کافی ساکت نشدم زیلان. همه داشتن دنبال گردم من میگشتن. من چیزی گفتم؟ نگفتم که. اگه مجبور نبودم بازم چیزی نمیگفتم. ساکت. ساکت باش. تو زن عاقلی هستی. من اگه جای تو بودم به جای اینکه از قریشا بترسم از من میترسیدم. اون باز مهربونه اما من نیستم. خودت میدونی. من بعد رو حرف من حرف نمیزنی. از من چی میخوای زیلان؟ آره، تو همیشه باید از خانومت بپرسی که چه دستوری میده. یعنی از من. شیرفهم شد؟ الان داداش دلیل زنگ زد، گفت قدیر خان تو میدونه مینه، پلیس واسه نجاتش رفت. قدیر چی شده مامان؟ دختر برو زود به ننش خبر بده. حاملا هست، یه موقع برامون درد سر میشه. بیاد مراقب دخترش باشه. ای خدا، منم میندازه تو گناه. ها؟ چی شده سر صبحی؟ سر صبحی قدیر خانو انداختن تو میدون مین. خدایا خودت قدیر خانو نجات بده. مگه قدیر خان چی شده؟ انداختنش تو میدون مین. پلیس اومده. خدایا خودت کمکش کن. لیلا، پاشو لیلا. پاشو عزیزم. لطفا شما برین کنار. چرا؟ میخوام خونساش کنم. خب چرا همینجوری خونساش نمی کنی؟ بازم چیزی نمیشه گفت، باید احتیاطو در نظر گرفت. لطفا برین عقب‌تر. بیا. داداش حلالم کن. پس هم مطمئن نشدید کاری نکنید. لطفا بگین یه نفر دیگه بیاد. هر کس دیگه ای هم بیاد همین کارو میکنه. لطفا خون سرد باشی. داداش دیگه برو، تو رو خدا برو. قدیر
مین منفجر شد. خدای من. همش ساختگی. یه نفر خواسته شما رو بترسونه. بریم پسر، بریم. بیا. لیلا بریم عزیزم. سلیم من با تو میام. باشه دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باشه عزیزم، بیا. به تاکسی گفتم بیا تو جاده، آدرس خونه رو بلد نبودم. بیا لیلا جونم. من باید برم استانبول. اینجا بمونم نمیتونم از عمر جدا شم. خدای این چه کابوسیه. خدای این چه بلایی سرم. لیلا جونم کسی چیزیش نمیشه، بیا بریم. خان نجات پیدا کرد. خدا رو شکر. قدیر این کارشون بی جواب نمیمونه، نگران نباش. نمیمونه داداش، نمیمونه. قسم میخورم نمیمونه. من باید فوری برم داداش. وقت نشد که بهت بگم. لیلا اینجاست، منتظرمه. برو داداش، زندگی کوتاهه. حالا روزمونو ببین. همین الان تو و جلیل با هم بریم پاسگاه. برم تا 1-2 ساعت دیگه میام. اونجا میشینیم درباره‌اش حرف میزنیم. باشه داداش. بذارم خان کجا میری؟ ما چی کار کنیم؟ میگم به جلیل، میگم. باشه که با یه تنظیم نشه نمیتونیم بریم. باشه جناب سربان، فرار نمیکنم. برید دنبالش. وای اگه بلایی سر قدیر بیاد بدبخت میشیم دختر، بیچاره میشیم. وای خدا. دعا کنیم چیزیش نشه. قدیر خان نجات پیدا کرده، همین الان زنگ زدن. راست میگی دختر؟ مامان، مادر. خدایا شکرت، شکرت که چیزیش نشد. خوش خبر باشی. امان 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 امان. باید صدقه بدیم به خدا. چه بلایی سرمون میومد. خدایا شکرت. اما دختر میدونی چیه؟ تو هر شری خیری هست. اگه حامله نباشی اون وقت میتونی به قدیر بگی که
از ترس بچت افتاد. نه مادر، من فکر بهتری دارم. نه بهتر از این نمیشه. نمیخواد فکر کنی. تو به حرف من گوش کن. به اندازه کافی مصیبت دارم. مادر، اون بچه رو دجله میندازه. به من بسپار، میبینی. آی دختر، حالا شد. آفرین. اون بابای بدبختت هنوز میگه به قریشا زنگ میزنم. اینگار که اتفاقی میافته. ای بابا، خدایا شکرت. خب دیگه مادر، برو خونه. ببین من چیزیم نیست. دیگه تموم شد. جلیل، خودت مراقب باش. برو دنبال قدیر. به عمرم کاری نداشته باش. معلومه که میره دنبال دختره. خانم آقا، یعنی دختره رفته؟ به مدیر زنگ زدیم. نگران نباشین، عمرخان یه راهی پیدا میکنه. نه رفته. یا واسه این که عمر رو دوست داره، یا واسه این که ترسیده. الو خانم آقا، منم محمود. خیر باشه محمود. دوباره مریض شدی؟ واسه اینجور کارا به جلیل زنگ بزن. خانم آقا، چیزی که میخوام بگم و نمیتونم به جلیل بگم، فقط میتونم به خودت بگم. دارم گوش میدم، بگو محمود. دختر پهلوونیا رو عروس گرفتیم. دشمنی ها تموم شده. مبارکه. انشالله که عمرخان خوشبخت بشه. اما ازت یه چیزی میخوام. نذار دختر پهلوانیا دخترمو اذیت کنه. عمر من که داره اینجا تلف میشه، حداقل دخترم راحت باشه. مگه ما هر دومون به خاطر بچه هامون فداکاری نکردیم؟ نگران دخترت نباش محمود، عروسمه. مادر نوه هم میشه. اگه کار دیگه ای داشتی به جلیل زنگ بزن. بریم خونه. حالا چی کار کنم؟ ای خدا، عشقم. لیلا، کجا داری میری عشقم؟ من که اومدم. چه شده لیلا؟ منصرف شدم. با عروسی نمی کنم. یعنی چی که منصرف شده؟ چرت نگو لیلا. تو همین الان با من میای، همین امروز با هم عهد میکنیم. بعدش هر چقدر خواستی سرم داد بزن، فریاد بزن، هر کاری دوست داری بکن، تحمل میکنم. عمر میگم نمیخوام. چرا نمیفهمی؟ لیلا تو چی داری میگی؟ ببین، من عاشق عمر تو استانبول شدم. عمر اینجا رو دوست ندارم. یه چند روزی خوش گذروندیم، اما فهمیدم دوستت ندارم. ببخشید. این چرت و پرت چیه میگی لیلا؟ تو همین الان با من میای. دیوونه شدی؟ داری چی کار میکنی عمر؟ به پلیس زنگ میزنم. عمر ولش کن. چی کار میکنی؟ ولم کن. دستاتو بیار. چی شده؟ شماها دارین چی کار میکنید؟ ولم کنید. دارین چی کار میکنید؟ لیلا تو جایی نمیری.
من حرفاتو باور نمی‌کنم. دربارش حرف میزنی. سلین کجا میبرنش؟ تو بهشون زنگ زدی؟ نه نزدم، معلومه که نزدم، دنبال عمر بودم. لیلا جونم اینجا مناسب تو نیست، تو رو خدا دارم میترسم، بیا بریم. سلین خدای چیکار کنم ای خدا. برای چی اومدی مامان؟ جیلان دخترم، تو رو خدا اینطوری نکن. بیا با هم دیگه بریم خونه حرف بزنیم. من نمیذارم اینجا بمونی آخه. مامان تو رو خدا با من لج نکن، اینجا هم پیدات نشه. من شب بیام خونه با هم حرف میزنیم. میای مگه نه؟ آره مامان میام. حالا برو. دختر به این زیبایی داشتی و از ما پنهانش میکردی؟ حسن کارایی توی آدانا تموم شد، حالا نوبت اینجاست؟ آره بعضی موقع کارامون میفته اینجا. خب مگه بده دوستای خوبی مثل تو رو اینجا میبینی. درزم دخترت خیلی خوشگله، صداشم خیلی. نه خیر، با اون کاری نداشته باش، دور و برش نپلک. از قدیم میگن مادر رو ببین دختر رو بگی. تو تا کی میخوای قایمش کنی؟ زودتر که شروع کنه برای خودش بهتره، غیر از اینه؟ حسن بهت گفتم از دخترم فاصله بگیر. عجب زن قاطی هستیه. ببینم نکنه میخوای منو بترسونی، اعصابمو خورد نکن. هنوز سختای تو گاف صندوق. دارم قرضامو میدم حسن، به دخترم کاری نداشته باش. ببین مراعات میکنم به خلیل چیزی نمیگم. دست از سرمون بردار. مامان اینا کی بودن؟ اونا رو ول کن، تو به این کارا کاری نداشته باش. گوش کن ببین چی میگم. ببین دخترم نمیتونی تو این هتل بمونی، مرخصی چیزی لازمه بگیر، وسایل تو جمع کن بریم. مامان دوباره چه بلایی سرمون آوردی؟ برای اینکه بلایی سرمون نیاد میگم بریم. بدو زود باش، وسایل تو جمع کن. بدو دخترم زود باش، من منتظرم. آخ وای، این چه سوختگیه، انگار عمدن کردن. بلا به دور باشه خانم آقا، خوش اومدی. دستت چی شده؟ چیزی نیست خانم آقا. با چی سوزوندی؟ اوه با چی سوزوندی دستتو؟ داشتم اجاق رو تمیز میکردم، خیلی داغ بود، چسبید به دستم. والله گوشتم رو کند خانم آقا. مادر جون داشتم از ترس سکته میکردم، بالای سر قدیر نیومد. خدا قدیر رو بهمون بخشید، به بچت بخشید، عروس خوشگلم. خوش اومدین مادر قریشا. مردیم و زنده شدیم، خدا رو شکر تموم شد. انشالله که تموم میشه. خدا قدیر رو به پسرمون بخشید مامان. یه مصیبت بالای سرمون میچرخه. خیر ایشالله. خانم آقا چطوری؟ خوب ایشالله. زیلان خبر قدیر رو که شنید قش کرد به خدا. بدو اومدم ببینم چی شده. خدا رو شکر. مراقب خودت باش عروس خوشگلم. شماها چرا به یه زن حامله همینطوری خبر میدین؟ عیب نداره، منم داشتم میرفتم. فعلا خدا حافظتون. وای مادر، بیاین یکم بریم بالا آروم شیم.
مردیم به خدا. بیاین. آبجی همینا برامون قهوه درست میکنه، میشینیم میخوریم. آخ آی همین دیروز سیلی خورد، حالا که قراره بزاد با ارزش شد. خان چی شده؟ چیزی نیست جلیل. قدیر داخله؟ بله خان. باشه اینجا منتظر بمونیم. پس تو این هم نیست، آره؟ نه هیچ کدومشون نیستن. تو میگی این آدم ها رو نمیشناسی؟ پس اون دو تا رو از کجا میشناسن که وسط میدون مین ولت کردن؟ معلومه یکی باید دشمنی کردن. گفتم که جناب سروان آدمای عبدالقادر سوریه‌ای بودن، خواستن از داداشم زهر چش بگیرن. همین. بیا. عمر بزبیلا رو آوردم قربان. بگو بیان تو. اون دستبند رو باز کنیم. چیکار داریم میکنیم؟ از محل حادثه فرار کردی؟ اونا هم یکم اغراق کردن. فرار نکردم سرکار. بهشون گفتم میام. اما گویا سربازاتون اشتباه متوجه شدن. تو این آدما رو میشناسی؟ باهات دشمنی دارن؟ سرکار ما همچین آدمایی رو نمیشناسیم. گفتن آدمای عبدالقادر سوریه‌ای هستن. فقط 2 دقیقه تلفنی حرف زدیم. حتما قدیر بهتون گفته دیگه. همون چیزا رو گفتن. انگار سنگ جلوی پاشون انداختیم. اما بالاخره آفتابی میشن. ببین عمر خان، سرخود کاری نکنین. هر کاری لازم باشه ما انجام میدیم. مفهومه؟ لطفاً جلوی ما رو نگیرین سرکار. دوستایی با شما حرف نمیزنم، به ما میگن. ما پیداشون میکنیم، بعدش باقی کارا با شما. اگه یکم بیشتر کمک ما کنی، ما پیداشون میکنیم و حسابشون رو میرسیم. هرچی میدونستیم بهتون گفتیم سرکار. مامان هر وقت حالم بده حسش میکنی، پس برای همین از صبح تا رو زنگ میزنه. مامان جون مریض داشتم نشنیدم، چطوری میخواستم زنگ بزنم. کجایی تو دخترها؟ از دیشب دارم زنگ میزنم. چه مریضی؟ من از هواپیما پیاده شدم، الان تو تاکسیم. راننده میگه نیم ساعت دیگه میرسیم. وسایلم تو کامیونه داره میاد، نه آدرس دارم نه چیزی. خیلی از دستت عصبانیم. مامان اومدی ماردی؟ باشه وایسه مامان جان. پس به راننده بگو بیارتت برج ساعت. من تا نیم ساعت دیگه اونجا. سلینم اینجاست، اومده بود دیدن من. آره مامان جونم با سلین میام. آره تا نیم ساعت دیگه اونجام، خیالت راحت. وای داشتم سکته میکردم لیلا. گفتم موندم تو این شهر غریب. تو رو خدا زود باش، خیلی نگرانم. ببخشید ما برمیگردیم. باشه چشم.